турко Дикаев, خبرنگار شناخته تاجیک، شب 16 ایول در شهر کولاب درگذشت. 69 سال داشت. او 2 روز آخر از درد دل رنج میکشید و بستری بود. Жаль, мы потеряли не только хорошего, великолепного, я бы сказал, специалиста, отличного журналиста, но и хорошего друга. 2 سال آخر ترکو دیکایف خبرنگار مستقل بود. بیشتر موادهای تصویری تهیه میکرد. سال 2015 او ژورنالیست سال اعلان شد. به ژورنالیستی که خودشون حیاتشون تصور کردن میتونن، گرچه که در زندگی اگر بینیم مشکلات و روز شکست و ریختای زندگی بسیار بود، لیکن اون کس همچون مرد یکون میدونستم، نقص میدونستم که شکست پرابلم‌ها بسیارن، لیکن در صحیفه روزنامه، در حیات، در صحبت‌های امروزه به هیچ کس سیرش رو نمیکشد، گرچه یعنی که غم و روزگار خودش رو به سر دیگران بار نمیکرد. سهم ترکو دیکایف را در شکلگیری ژورنالیستیکای نو در منطقه کولاب برجسته می‌دانند. شاگردان او حالا در رسانه‌های داخلی و خارجی کار می‌کنند. یکی از بهترین استادان راهنما، نفری که در وجود او نسبت به یگان انسان غرض، کینه، یگان طمع، یگان منت در وجودشون نبود. ما همین خصلت‌های استاد ترکو دیکایف رو قید کرده میتوانیم. جنازه ترکو دیکایف را در مسجد هلال احمر خواندند و او را در آرامگاه رقم 2 شهر کولاب دفن کردند.